سلام و درود خدمت شما عزیزان. جلال بیاتی هستم، محقق و پژوهشگر. نزدیک به 15 سال دارم کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام میدم. خودم بالای 30 تا مقاله علمی پژوهشی و ISI دارم. در این مدت با دانشجویان و اساتید زیادی کار کردم که تونستم اطلاعاتی که داشتم در اختیارشان قرار بدم. هدف من در واقع آموزش برای دانشجویان مقطع تحصیل تکمیلی ارشد و دکترا هست که خیلی نیاز به مقاله، پایان نامه و پروپوزال دارن که با بدون پروپوزال نوشته چجوری نوشته میشه، پایان نامه چجوری نوشته میشه و مقاله چجوری نوشته میشه، که همه اینا نیاز به آموزش دارن و مهمترینش هم شاید مقاله باشه، بخصوص برای کسانی که میخوان اپلای بگیرن. من هدفم اینه که بتونم در اولین جلسه مقاله نوشتن رو در واقع آموزش بدم، چون خیلی از دوستانی که صحبت میکردن بیشتر مقاله نوشتن دوست داشتن اول یاد بگیرن، خاطر اینکه بتونن اپلای بگیرن. چون مقاله نوشتن خودش از در واقع خود مقاله در واقع از قسمت‌های مختلف تشکیل شده که شما بتونید اول در واقع عنوان خوب انتخاب کنین، بعد عنوان قسمت‌های مختلف مقاله رو بتونید بنویسین و در واقع بتونید هر قسمت که بتونید چه مطالبی در واقع بیارین. بعد از نوشتن هم که بتونید مقاله رو در این مجله خوب سابمیت کنیم و بعد از سابمیت هم که مقاله شاید ریوایز بخواد، شاید اصلا ریجکت بشه و سایر چیزهای دیگه که انشاءالله در اولین جلسه میتونم در واقع کامل خدمتتون توضیح بدم. انشاءالله که موفق باشید.